جانم عزیزم. سلام آقا، خوب سلام بفرمایید. آقا من دندون درد شدید دارم. رفتین پیش پزشک؟ خیلی هزینه‌اش بالاست نمیتونم. بفرما داخل. بفرما شما. جانم عزیزم شما بفرما. رفتی پیش پزشک شما؟ نتیجه چجوری بوده؟ افتضاح. بفرما شما هم داخل. جانم آبجی شما گردنم داداش گردنم. رفتی دکتر شما؟ آره بابا نتیجه داشته؟ بابا. بفرما داخل ببینم چیکارش میتونم کنم. شما چه عزیزم؟ جانم عزیزم. داداش پیش دختر حرکت نمایش دادم. بس بیا تو با تو کار دارم. بفرما. خب دوستان درسته شما دردهاتون با هم دیگه فرق میکنه و متفاوته، ولی خب مسیر درمان تک تکتون یه روش هستش. مگه میشه من مش دستم درد میکنه ایشون دندونش؟ بله عزیزم شدنی، شما فقط و فقط کافی از روغن درمکتیر استفاده کنید. به شما ربطی نداره. این روغن برای رفع آرتروز، سیاتیک، دندون درد، سینوزیت، میگرن کاربرد داره. و اگر شما می‌خواید محصول تهیه بکنی عدد 11 رو کامنت بکن که توضیحات کاملش دایرکت ارسال بشه. داداش 11. بفرمایید. من که گرفتم. بفرمایید شما بفرمایید. بشین با شما کار دارم. حوال خان بشین شما.